دیگرم کشتم. چی بود؟ یکیشون رو زدم. یکی زدم. چه خبر بچه‌ها، خوش اومدید به این ویدیو دیگه. باز اومدیم با بازی اسکواد ولی متفاوت. این سری قرار اسکواد رو با چالش پلی بدیم. یعنی چه جوری؟ یعنی اینکه چرخونه رو میچرخونیم و یه چالنجی بهمون میفته. این چالنج برای هر ستای ما هستش، ولی اگه 2 نفر از 3 نفرمون بتونن با این چالنج کیل بگیرن، اون چالنج تمام میشه و ما میریم سراغ چالنج بعدی. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه و اینکه نظرتون رو توی کامنت برام بنویسید تا تو ویدیو بعدی حتما انجامشون بدید. برای کیه؟ برای من؟ نه برای همه است. این برای همه است. فقط با یه خشاب. آره الله آقا با یه خشاب من الان میرم همه اینو ریموف کنیم دیگه. اینمی جلومون مارکه ها آوازمون باشه. پوینت هم از دست دادیم. همه رو هم داییدم. ندارم بزنمش؟ بزن نه دیگه یه تیر خشابته یه رو من بار دیگه تموش. علی جان نایفو ببر. ناراحت شد آجی. یه سوال اونی رو زدی بمیری زنده بشی از آن میتونی من که خواب بودم شب اخولی پاشو زدن عمو آخه عزیزم. وای نزدیکه یکی. آقا من چیکارش کنم با چاقو؟ فتنش کنم چیکار؟ من مردم. بزن یه برو تو صورتش. 40 ثانیه دیگه. اسرائیلی چرا تو 28 تا تیر بیشتر نری؟ چش مرد. تو زدی یا من زدم؟ هر دوتامون زدیمش. کی کشت؟ تیر زدم. من زدم تیشونش. تو زدی؟ خب الان یه نفرمون چیزه. یکی دیگه کیل بگیره چالش تمام. بالا ساختمون راست دارم میخورم. ساختمون یاره. بالا ساختمون یاره. بغل منه. تیر خورده. مرد. خدا رو شکر چالش بعدی. 2 نفر هم یه نفری 2 تا کیل گرفت. آجا من بس ماشین دیگه بردارم میرم سمت احمد. احساس کنم صدا رادیو. احمد There's like 6 places. زدم. بابا رو چالش بندیم. خب بساز یک. من چالنج رو بزنم. میسوزم و میسازم. آخه وای بدون صدا بازی کن. جوری صدا همو بشنویم. صدا اسکوادت رو ببر. به بازی بی صدا و زندگی خوبه. چه آرامشی داری. اوه بزن نمیه. وای اون بیرون یه صدایی داره میاد الان. نه خدا خیرت نده وایسا. یه رو میزدن میترکیدیم. بسکش قدر گوش نمیده. اون میمونم تو خود. بگو یه گریه. چی بود؟ نزدیک برو علی کو پشت سر علی پشت سر برو فاصله بگیر. کشتمش والا که اینجا رد میشه. ای بابا
این کی بود؟ یار بود یار بود. اوی برو علی برو. من نمیتونم. داریم تیر میخوریم. کو ایست. یه تیر خوردی یا علی؟ مرد من صدا رو بذار باز کنم. داریم تیر میخوریم ها. من یه تیر خوردم. بذار چالش بعدی رو هم ببینم چی. وسط جنگ چالش بدون بندیج کردن. مرسی آقا احمد که به داد دادی هم ماشین و هم خودتو هم رلی و هم جامونو. رفومین نه دادن ترکی. جلو ای حاجی من بندیج کردم. با بزنم برم بمیرم حواسم نبود. کیل می کنم چیل تو خواب. یه سر صدا نکن از اینجا رد شیم بریم حداقل شهر رو ببینم. کسکش نگام برم وسط شادوغان. چونی من نیستم انمی. آها زدم هدشو زدم. اینجا انمی هد یکی هم زدم. بذار من گردونه رو بچرخونم بدون ایم تیر بزن. های یکیشونو زدم. برو آقا من دیگه تیر نخورده بیاد ایم نگرفتی که یره نبود بسته شدی با ایم گرفتی یره حساب چی؟ خدا کدام یه قبول تو بگی تو حواسشون رو پرت کن تیر بزن یه چند تا. چالش اکسل با نید باید کیل بگیم. فقط با گرنه حاجی یه انمی دیدم خدا شاهده. دیدمش اکچولی فکر کنم هبشونو پیدا کردم. یاره یکی رو جنازه من برام امین چی احمد اینجا No wait come here. کشتم حاجی یکی رو کشتم با یکی دیگه بکشید حاجی نید دستم اومدم بندازم کشت منو نیدم افتاد اومد رو جسدم. یکیو کشتم من من با گرنید لانچر یکیو کشتم. لرد سنس تو زیاد کن سنس تو ببر بالا. خدایا لعنتت کنه انشاءالله. ما بسات آخر کار. وای تلپورت میشم مثلا یا اول پشت اینجا وای چه من اشتباهی میگم اما آقا برو که اوه اینا هم بده اینجا میره جناش یکیشون زدم یکی داره. زدم گارم سوار گردونی
بس علموا التانك جايز. بس علموا الاليات جايز. مارك انمي ارمر. Guys, no break. No. Jesus Christ. Get up, come on! Come on, dude. اللي يخطف يوقف. اللي يخطف يوقف. چالش بعدی فقط با 3 تا گلوله. چی گیرم تو چالشات کجاست؟ این پشتبون اینجا مایک نمیشه یکیو زدم از اون ستیرت خب تمام شد دیگه. آره 3 تا تیر من تمام شد. Yo, I can fly. Holy shit. Try it. جایی لت کنم بیا نیره میخوام بمیرم. اینم اینجا Ah, shit. That's Same account. مرد با خدا مرد دوتا فقط با نایفه. نایف تو بکش بیا دنبالم. همین دیگه آره این. من ابو لاجیشون من اصلا پیدا میکنم آجی به قرآن با من بیای علی میتونی بزنی یکی. علی بیا پیش من. علی تو برو با آخ دیدمشون اینجا. وایسا باید دارم برسیم وایسا سرشون. من این بردارم نو حرف نزن Just spawn at این my یه head. پره فقط خون کنیم Like soon. It's in the capsule. You dead. یکیشونو زدم من برم. برو Hey don't shoot listen don't shoot come on don't shoot یه یکی جلو یاره بس گل کنه یه ها کنید برو ادامه بده بیا بریم تو بزنیم بقیه رو دوستان امیدوارم این ویدیو لذت برده باشید. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه و اینکه اگه نظری دارید توی کامنت ها برامون بنویسید حتما انجامش رو میدیم توی ویدیوهای بعدی. آقا علی شما حرف نداری؟ شکرم آقا امیدوارم لذت برده باشین ویدیو اگه خوشتون اومد لایک کنید سابسکرایب حتما کنید بس دیگه ها A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z نه مخلصم آقا خوش انشالله که ویدیوهای بعدی با کانتنت های بهتر همین واقعا تو خداحافظی کردن افتضاحیه.